طول چند سال در همسایگی با انا همین محمد اقبال صدرالدین زندگی دارم و درباره عائله آنها بسیار چیزا میدونم. من میدونم که در عائله آنها که در نزدیکی ما زندگی میکردن همه آنها عموما یگان معلومات نداشتن. اولا پدر آنها صدرالدینов قلندر یعنی با لقب مولا ما میشناختیم. از همین افغانستان سال 1990 وقتی که برگشتن شرایط زندگیشون خوب بود. بسیار خانه های یک بلندآشیانه، خانه حتی دوآشیانه میساختند. ما در مهلتی همین قدر سال کار کردن. ببینید من همین خانه من است که در اینجا میبینین این خانه من است. در خانه من همین قدر مهنت کردم. منم خانه من و خانه بسیار دوآشیانه، یک خانه با حشمت دارد.